به نام خدا دوستان عزیز خوش آمدید یک آموزش جدید 0 تا 100 استخوان بری ریگ بندی کاراکتر در نرم افزار بلندر. طی این جلسه میخوام به شما آموزش بدم. امیدوارم که مورد پسند شما باشه، دوست داشته باشین. در قدم نخست یک پلین اضافه میکنیم، شیفت A مش پلین نگاه کنیم، میایم به حالت ادیت مود، اینو کلید میفشاریم، کالپس میزنیم. اوکی، اینجا با از حالت مودیفایر میایم اینجا حالت میرور میزنیم، حالت آینه که سمت چپ و راست با هم قرینه بشه. دوباره میایم با حالت مودیفایر اسکین میفشاریم، بار سوم سبدیویژن سرفیس. الان اگر بیایم به حالت فرانت، اینجا نگاه کنید، یک کمی اینو کوچیک میکنیم، کنترل A. خوبه. از اینجا میایم به حالت ایکس ری. اوکی، کلید ای میفشاریم، اکس زید میزنیم، میاد اینجا، دوباره ای زید. اوکی، ای زید تا اینجا. اوکی، پا بهش ایجاد میکنیم، ای. اوکی، ای زید. اوکی، ای زید. اوکی، حالا میایم دست اضافه میکنیم بهش، ای اکس ای اکس ای اکس. خوبه. خب الان سر اضافه میکنیم، ای زید بیاد اینجا. یک ذره اینو الان میایم به حالت رایت، پا بهش اضافه میکنیم، ای وای. میتونید وای بزنید، میتونید نزنید. فرض مثلا شما وای نزنید، فقط ای رو بزنید، یک کمی نگاه کنید جهتات درست نمیاد. اگر وای بزنید نگاه کنید خیلی جذاب میاد. خب الان میایم به حالت فرانت، یک ذره اینو بزرگ میکنیم، کنترل A، کنترل A، خیلی کم، کنترل A. اوکی، کنترل اوکی، سرش بزرگترین، کنترل A، کنترل A. اوکی، اینجا یک ذره بزرگتر میکنیم، کنترل A. فکر کنم خوب باشه. آره، از حالت ایکس ری میایم بیرون، از حالت ادیت مود میایم به آبجکت مود، یه ذره میریم بالاتر. نگاه کنید، نکته خوبی که باید اینجا شما یاد بگیرین، بیشتری که اشتباه میکنن، اینجا این کاراکتر از حالتی این به حالتی کرفه، اینو باید الان به حالتی مش تبدیل کنیم. کرف میاد اینجا، کانورت تو، از کرف میاریم به مش. اینجا نگاه کنید علامتی آچار تغییر میکنه. نگاه کنید این علامت، راست کلیک، کرف نه مش. اوکی، الان وقت ریگ بندی شد. شیفت A میفشاریم، میاریم از حالت آرمیچر بیسیک هیومن. نگاه کنید یه ذره اینو میایم از اینجا پروپرتیز، آبجکت پروپرتیز، آبجکت دیتا پروپرتیز، از این ویو and فرانت انتخاب میکنیم به خاطری که مشخص بشه. اون انتخاب نکنیم پشت کاراکتر نگاه کنید، این فرانت. یکم بزرگ میکنیم، اس میفشاریم، نه مثل به کاراکتر. اوکی، میام از اینجا به حالتی ادیت مود. خب الان ادیت مود یه ذره استخوان میاریم پایینتر، جی زید. البته باید در حالت فران قرار داشته باشیم که هستیم. الان از اینجا کلا اینا رو باید روی مش به طوری خوب قرار بدیم. خب اوکی،
جی اینجا، اوکی، جی، اوکی، جی. بعد حالت میرور رو بذاریم. اینجا نگاه کنید، حالت میرور حالت آینه قرینه‌ای باید بشه. جی، دوباره اینو انجام میدیم چون حالت میرور نزدیم. بعد الان اینو با حالت میرور، آره، جی، جی. این پروسه باید به دقت انجام بدید. اگر باید به دقت نباشه احتمال داره ریگ شما به هم بریزه، خیلی خوب در نیاد. هرچی دقتی بیشتر باشه ریگ شما بهتر میاد. خب حالا از زاویه تاپ میام نگاه میکنیم چه جوری شده. یه ذره خب یه زاویه فکر کنم خوب شد. آره، اینم یک ذره میاریم جلو. اینم یک ذره با حالت فرانت یک ذره میاریم. خوبه. آره، الان وقتی چیه؟ وقتی ریگ بندیه. آره، از حالت ادیت مود میام با آبجکت مود. الان این بونار نگاه کنین، اینجا حالتی اسکیلش باید همه یک بشه. اینجا میبینید عددهای متفاوتی داره، باید یک بشه. این حالتی اسکیل بعد کنترل A اسکیل، نگاه کنین همه یک شد. الان میایم این بونار همه استخوان رو انتخاب میکنیم، میایم با حالتی مودیفایر ریگ جنریت ریگ، نگاه کنیم یه جنریت ریگ اضافه کردیم که الان روی این کاراکتر ما قرار گرفته. این کلا آرمیچر رو بعد ما از اینجا مخفی میکنیم. اب نداره مخفی هم نکنین، اشکالی نداره. من خودم مخفی میکنم. میریم اینجا مش کاراکتر رو انتخاب میکنیم، دوباره این انتخاب میکنیم کنترل پی، اینجا set parent to with automatic weight. الان اگر خواسته باشیم میام با حالت پوز مود، اوکی. اینجا احتمال زیاد ریگ ما الان در آمده، نگاه کنید. آره، نگاه کنید خیلی خوشگل، خیلی خوب. نگاه کنید یک جا فکر کنم فراموش شد، وقتی اینو ریگ میکنیم کنترل پی، نگاه کنید اینجا کنترل پی میزنیم، اینجا میاد ویت اتوماتیک که اینجا نداره، قبلا ریگ چی شده. خب الان این کاراکتر ما خیلی خوشگل ریگ شد. حالا هر سمت میتونیم اون انیمیشن بدیم و حرکت بدیم. اون بستگی به شما داره که از این کاراکتر چجوری استفاده میکنید. خدا کنه مورد پسند شما قرار گرفته باشه. اینم آموزش ریگ بندی و استخوان بندی کاراکتر
در نرم افزار بلندر. سوال، پیشنهاد، انتقادی بود به کامنت بنویسین، من جواب میدم. خوش باشین، خدا نگهدار.